افسانه ری سپید. فصل 1. صدای مه. در روزگاری که هنوز جاده ها از دل جنگل های شمال نگذشته بودند و مردم با فانوس از دهی به دهی می رفتند، در دامنه کوهی سبز دهکده‌ای کوچک و خاموش خفته بود. خانه ها از گل و کاه ساخته شده بودند. سقف ها با نی و چوب پوشیده و پنجره ها با پرده های نخی که بوی دود هیزم می دادند. شبها فانوس ها مثل ستاره های زمینی در کوچه های باریک می درخشیدند و صدای پای رهگذران سکوت مه‌آلود را می شکست. در آن ده زمین همیشه بوی نم می داد، بویی که از دل خاک و برگ های خیس برمیخاست. آسمان پر از پرنده و ابر بود. گاهی صدای زوزه باد از میان درختان می‌گذشت و گاهی صدای قورباغه ها شب را به آواز در می آورد. مردم می‌گفتند اینجا مه خانه دارد. هر صبح از دل جنگل می آید تا ده را بغل کند.